السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جامعه برادران اسلامی، من برادران فارس زبان، اینا که امروز ما گروه صدای قرآن بر مسجد جامع تاج محل هوشیار زمین تشریف آوردیم که در اینجا امام این مسجد دامولا موجب الله کار میبرند. انشاءالله چندین برادران ما از جمهوریت تاجیکستان و از جمهوریت ازبکستان و از دیگر بازم دولت ها سوال های دارند که درباره ترجمه حال این دامولا موجب الله بر ما نوارها تیار کنید و فرستید. انشاءالله امروز الله عزوجل بر ما و شما نصیب گردانید که ما امروز بر این مسجد تشریف آوردیم و اینک برادران ما حاضر بر نزد دامولا موجب الله می داریم. از بس که امروز برای وقتی دامولا را یافتن بعد از نماز خفتان به اینجا آمدیم انشاءالله رحمان و حاضر ما کار را ادامه می دهیم. می رویم بر نزد دامولا موجب الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا ای الله، مسجدی زیبا منظره مسجد تاج محل است که اینجا دامولا موجب الله امامتی میکنند و کار میبرند انشاءالله و اینجا خانه دامولا موجب الله استاد ما است. السلام علیکم و رحمت الله. ممکن است دامولا بدرای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. استاد خوب هستین؟ صحت سالم هستین انشاءالله؟ دامولا انشاءالله ما از گروه صدای قرآن که برادران ما از مخلصان شما از جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و غیر ملت های مردم فارس زبان بر ما گفتند از بیوگرافی یعنی ترجمه حال دامولا موجب الله بر ما یک نوار تیار کرده فرستید. انشاءالله استاد بر نزد شما این وقت را غنیمت دانسته آمدیم و انشاءالله شما حاضر در حق ترجمه حال خود چندین سخن ها میگفتید. خیلی خوب میشه دامولا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمدین انشاءالله با کوشانه ما. الحمدلله چندین مراتبه برادر هم در سیدان نیسته شد. الحمدلله امروز خدا سبحانه و تعالی من مناسب دید با شما هم صحبت شدن قصه انشاءالله پر مضمون در حق انشاءالله خدا خود مولود خود سخن میکنیم انشاءالله. الرحمن الرحیم. ما خدا خود سال 1970 انشاءالله در ناحیه سوخ در دهه هوشیار خوش منظره الحمدلله از عائله یعنی انشاءالله خدا خواهد یعنی عالم ها یعنی علمناک ها الحمدلله که از چندی بابا همو در این ره انشاءالله تعلیم گرفته بودن. خودی پدرم در یعنی خدا خواهد تاجیکستان یعنی علم حاصل کردن دوره های شورای داملا احمد میگفتن الحمدلله خدا رحمت کرده باشم 5 سال پیش دنیا را ترک کردن. پدر که الحمدلله در این راهی بود روحانی بودن الحمدلله مورم در همین راه تربیه کردن الحمدلله. من 70 سال انشاءالله تولد شده هستم. 77 حتی در سن خردسالی هم الحمدلله صنفی 8 میخوندم. من قرآن از روی یعنی مصحف یک بار ختم کرده بودم الحمدلله. حتی که دوری شورایی بود لیکن دشواری ها بود لیکن به این هم نگاه نکرده که پدر الحمدلله ما چیکار کردن الحمدلله تربیه کردن به این روز. 77 سال انشاءالله مکتب میانه رفتم و 87 سال انشاءالله تمام کردم و 88 یعنی خدمت رفتم الحمدلله تا 90 سال. 90 سال الحمدلله وقتی که برگشتیم و دورهایی که ما بس ارمیه رفتیم دوری چی بود شوروی بود. وقتی که ما برگشتیم دولت دموکراتی شدگی بود یعنی ازبکستانی عزیز یعنی مستقل شدگی بود که وقتی که ما اینجا اومدیم تماما انشاءالله مسجد سازی ها الحمدلله علم خوانی ها با درجه بالا بود الحمدلله. و بعد ما انشاءالله یک داملا احمد شافتگی همجنده امام بودن همون انسان سبب شدن الحمدلله. ما که داملا عمر یک جایه الحمدلله با توشکن رفتیم 90 سال
یک سال در تئوری کورس در معهد امام بخاری الحمدلله تعلیم گرفتیم. 91 سال به یعنی بخارا داخل شدیم، مدرسه میر عرب الحمدلله که مشهورترین در دنیا انشالله مدرسه است. من 3 سال در اونجا تحصیل گرفتم. بعد 3 سال از اونجا برگشتم یعنی به شهر قرقیزستان و یعنی پسیال که حیدرکن گفتگی جا است از ما 40 کیلومتر همونجا رفته. یعنی یکی استادان بهترین که داملا خونجان است. من انشالله 5 سال در مدرسه هم تعلیم گرفتم هم خدمت کردم نزد استاد الحمدلله. 98 سال الحمدلله دیپلم گرفتیم از اونجا برگشتم تا 90 انشاءالله 5 ساله فقط وظیفه خداخواد زم امامی یعنی یاردمچی به امام الحمدلله کار کردم و 95 سال الحمدلله همین مسجد نه الحمدلله امام شدیم تا امروز انشاءالله این امامی وظیفه اجرا میکنیم الحمدلله نزد الله هم نزد مردم هم نزد خدمت داریم الحمدلله بی عدد شکر. این 19 سال الحمدلله خدا علم داد و من به دانشکده انستیتوت امام بخاری در تاشکند داخل شدم. این سال الحمدلله خدا ختم کرده یعنی حجت گرفته برگشتم و اینچنین در اثنای همین چیز یعنی باز بر شهر لیلی نبات الحمدلله که تاجیکستان است انستیتوت داخل شدم. زبانی یعنی مادری و ادبیات انشاءالله 3م کورس هستم الحمدلله بی عدد شکر خداوند. در دوره یعنی کهن سالیم الحمدلله این سه برای ما مناسب داد چون که پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و میگن که یعنی طلب العلم من المهد الى اللحد یعنی طلب کردن علم از گهواره تا لحد است. بزرگان گفتن که گر خواهی در جهان شوی خوشروی از گهواره تا لحد نیست جوی. الحمدلله ما در این ازبکستان زمین زندگی میکنیم یک گوشه پارچه انشاءالله خدا خواهد سوخ گفتگی جا است و هوشیار گفتگی خشلاق است حیات بسر میبریم الحمدلله. من تا دم مردن انشاءالله مقصد نیت همین است که در پی علم الحمدلله و وظیفه هایی که الهی که در پیش ما گذاشتن و پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم که به ما گذاشتن تا قدری که جان داریم البته با آخر رسوندن حرکت میکنیم. الله توفیق دهد، الله قوت دهد و همه مخلصانی که به ما مخلصی میکنن انشاءالله با واسطه ما سخنی خدا پیغمبر میشنوند. الله سبحانه و تعالی شما را هم عالمای با عمل بگرداند، قاریای قرآن بگرداند، الله در راه دین استوار تو بگرداند انشاءالله. همیشه آمد کارتون نتیاد چی مقصدها دارین چی آرزوها دارین خواه دینی است و خواه دنیاوی الله به فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. و یگانه گفته نیستیم که الله سبحانه و تعالی همه ما و شما مسلمانان روز قیامت با همراهی پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم با همراهی اصحابش ابو بکر و عمر و عثمان حشر مگرداند و در جنت و دیدار خودش الله سبحانه و تعالی مشرف بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. انشاءالله استاد باز شنیدیم که در دولت‌های همسایه که قرقیزستان در حیدرکان مدرسه بودند در اینجا هم خواندن گفتن اینم یک بهترین دوله علمگیری بود و انشاءالله بازم الله عزوجل علم شما را زیاده بگرداند و ما شاگردا را در راه اسلام تربیت نمایید و ما بندگان الله مخلصان شما داملا شما یعنی داملا مجبلا شما را و یکی دیگه استاد بهترین ما داملا عمر بیک هستن که با هم خواندیم تحصیل گرفتیم شما را دوست داریم و انشاءالله در خدمت شما هستیم داملا. همیشه زنده باشید، سربلند باشید. منتدار هستیم که از این خیل ترجمه بهترین حال را بر مخلصان خود رسانیدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.